آره برو لخرا، برو آب یخ بخور، یک سره حواست به خودت نباشه، یک سره تا نصف شب بیرون باش تو هوای سرد، بعد بیا بگو ما قرص استامینوفن داریم. مامان راستی بهت گفتم. چی کار داری میکنی؟ چرا تلویزیون رو خاموش میکنی؟ مگه نمیبینی دارم تلویزیون نگاه میکنم؟ میگم اون روز یه کاری میخواستی بکنی. آره رفتم با ساناز و سولمازم بودیم اتفاقا، رفتم اوکی هم شد، ولی خب بعدش وقتی رفتیم تحقیق کردیم دیدیم که نمیتونم در بیارم، یعنی متوجه میگم